حالا به این فکر کردین اگه 50 سال پیش انقلاب نمیشد الان ایران چه شکلی بود؟ شاید نه خبری از جنگ بود، نه تحریم و نه خیلی چیزای دیگه که امروز میبینیم. تصور کنید پاییز سال 57 خیابونای تهران پر از شعار بر علیه محمد رضا شاه پهلوی. ولی برخلاف چیزی که تو تاریخ ما اتفاق افتاد، یه تصمیم متفاوت میگیره. به جای تشکیل دولت نظامی و سرکوب شدیدتر مردم، به حرف مشاوران گوش میده. او در جلوی تلویزیون ظاهر میشه، اما این بار لحنش فرق میکنه. به جای جمله معروف من صدای انقلاب شما رو شنیدم، میگه من صدای خواسته های شما رو شنیدم. وقتشه که ایران یک پادشاهی مشروطه واقعی باشه، نه در حرف بلکه در عمل. این یک شوک بزرگه. شاه قدرت رو با یک دولت از ملیگران خوشنام مثل کریم سنجابی و شاپور بختیار، اما این بار با اختیارات کامل واگذار میکنه. ساواک رسما منحل میشه و اختیاراتش به یک سازمان اطلاعاتی داخلی زیر نظر نخست وزیر محدود میشه. زندانیان سیاسی به سرعت آزاد میشن. انقلاب به اون شکلی که ما میشناسیم متوقف میشه. آتیشش خاموش نمیشه، ولی تبدیل میشه به یک جنبش سیاسی برای اصلاح قانون اساسی. آیت الله خمینی هنوز یک چهره قدرتمند مخالفه. طرفدارانش به جای تسخیر سفارت و نهادها تبدیل به یک حزب سیاسی قدرتمند در مجلس شدن. حالا بیایید بریم جلوتر. سال 1360 قهرمان داستان ما کیان یک دانشجوی جوان مهندسیه که اون روزا تو تظاهرات شرکت میکرد. حالا فارغ التحصیل شده. به جای اینکه مثل هم نسلاش در دنیای ما دفترچه اعزام به جبهه بگیره، داره بین چند تا پیشنهاد شغلی وسوسه انگیز انتخاب میکنه. چرا؟ چون جنگ ایران و عراق هرگز اتفاق نیفتاده. صدام حسین جرأت حمله به یک ایران با ثبات، با ارتش منظم و حمایت غرب رو نداره. اون 8 سال جنگ ویرانگر، اون صدها هزاران جوون، اون میلیاردها دلار هزینه، هیچ چیشون وجود ندارن، هیچ کدوم. کیان تو یک شرکت نیمه خصوصی استخدام میشه که داره پروژه مترو تهران رو تموم میکنه. تهران داره نفس میکشه، برج‌های جدید مثل قارش از زمین سبز میشن و شهر داره به یک چیزی شبیه دبی یا سنگاپور امروزی تبدیل میشه. کافه‌ها پر از دانشجوهایی که دارن سر مسائل سیاسی بحث میکنن. بله، دعوا و بحث سیاسی هست، اما توی مجلس و ستون روزنامه‌ها، نه کف خیابون. بپریم به سال 1375. کیان حالا یک مدیر میانی موفقه و 2 تا بچه داره. دخترش سارا عاشق موسیقیه. اون زمان تو دنیای ما موسیقی پاپ زیرزمینی بود، اما تو این دنیا کنسرت‌های بزرگ خواننده‌های زن و مرد تو استادیوم آزادی برگزار میشه. سارا طرفدار یک گروه دخترونه به اسم آذرخشه که توی آهنگاشون ترکیبی از پاپ و موسیقی سنتیه و تو کل خاورمیانه معروفن. ایران به جای اینکه زیر تحریم باشه، قطب تکنولوژی منطقه شده. به خاطر ثبات و جمعیت تحصیل کرده. شرکت‌های بزرگ دنیا مثل IBM تو ایران خط تولید و تحقیق و توسعه را انداختن. اینترنت برخلاف دنیای ما که با فیلتر و محدودیت همراه، آزاده و موتور رشد اقتصادی کشوره. جامعه چطور؟ خب همه چیز عالی نیست. اختلاف طبقاتی شدیده. تجملگرایی تو شمال شهر بیداد میکنه و هنوز مناطق محروم زیادی وجود داره. حجاب اجباری نیست، اما فشار اجتماعی تو بعضی خانواده‌ها و شهرها هنوز وجود داره. ایران یک کشور آزاد و ثروتمنده، اما با مشکلات خاص خودش. مثل کره جنوبی یا ترکیه، یک دموکراسی پرچالش اما پویا. حالا میرسیم به امروز. کیان نزدیک بازنشستگیه و محمد رضا شاه سالها پیش به خاطر سرطان فوت کرده و پسرش رضا پهلوی به عنوان یک پادشاه مشروطه نقشی عمدتا تشریفاتی مثل پادشاه سوئد یا اسپانیا داره. قدرت اصلی دست نخست وزیره و مجلسی که هر 4 سال و یک بار انتخاباتش عوض میشن. کیان داره با نوه‌اش که تو دانشگاه MIT آمریکا بورسیه گرفته اسکایپ میکنه. پاسپورت ایرانی یکی از معتبرترین پاسپورت‌های دنیاست. توریست‌های اروپایی و آمریکایی برای دیدن اصفهان و شیراز صف کشیدن. تیم ملی فوتبال ایران با بازیکن‌هایی تو تیم‌های سطح اول اروپا یکی از مدعیان جام‌های مختلفه. کیان به مانیتور نگاه میکنه و به نوه‌اش لبخند میزنه. به این فکر میکنه که کشورش بی‌نقص نیست. فساد اداری هست، نابرابری هست، بحران محیط زیست هم جدیه. اما مردم خودشون برای سرنوشتشون تصمیم میگیرن. صندوق رأی وجود داره، امید به آینده هست. اونها مجبور نشدن برای به دست آوردن آزادی هزینه‌های سنگین یک انقلاب و یک جنگ رو بدن. این فقط یک داستان بود. واقعیتی که میتونست اتفاق بیفته اما نیفتاد. شاید بهتر، شاید هم بدتر.